وارد حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شدند تا ضمن طی مراحل ابتدایی ثبت مشخصات سجلی و هویتی رأیشون رو داخل صندوق‌های رأی بیاندازند. گرامی می‌داریم یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو که نعمت مردم سالاری دینی رو برای ملت ایران به ارمغان آوردند و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع سلامت رو که با نثار جانشون نهال انقلاب اسلامی رو به درخت تنومند امروز در جهان تبدیل کردن. همکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی خوشوبشی دارن با عوامل اجرایی صندوق سیار 110 مستقر در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تا فرایند مقدماتی اخذ رأی از معظم الله انجام بشود و تا لحظات و دقایقی دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دقایق آغاز فرایند اخذ رأیشون رو در صندوق‌ها خواهند انداخت. صندوق انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، میان دوره پنجمین دوره خبرگان رهبری و میان دوره 11مین دوره مجلس شورای اسلامی و هر لحظه صدای دوربین خبرنگاران رسانه‌های مختلف شنیده می شود که لحظات ثبت مشخصات سجلی و هویتی رهبر معظم انقلاب رو ثبت و ضبط می کنند. شما بیننده تصاویر زنده هستید از حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 28 خرداد ماه سال 1400 و حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دقایق آغاز رسمی فرایند اخذ رأی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تا لحظاتی دیگر معظم الله رأیشون رو در صندوق‌های رأی خواهند انداخت. بسیاری از هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور و از طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مخاطب این تصاویر زنده از حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. فرایند رسمی اخذ آرا در این دوره انتخابات رأس ساعت 7 صبح آغاز شده و انشاءالله قابلیت تمدید تا ساعت 2 بامداد را هم خواهد داشت. همکنون رهبر معظم انقلاب اسلامی مقدمات ثبت مشخصات سجلی و هویتی رو در صندوق سیار شماره 110 انجام می‌دهند و لحظه دیگر رأیشون رو در داخل صندوق‌های رأی خواهند انداخت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل علی محمد.